دوستان گرامی گزارشم رو از ورزشگاه نفتیان که نویر رودکی از بازی دور 15 چوی تاجیکستان بین دسته‌های کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر ادامه میدیم. قسم اولی وخوری با انجام رسید 2-1 و قسم دومی آن شروع می‌گردد. در قسم اول در حقیقت ما یک شاهدی بازی نهایت خوب شدیم از این بازی‌هایی که به ما میسر گرد که در دوره‌های آخر ببینیم. این بازی خیلی فرق کننده است و اینک دوستان گرامی بازی شروع شد و فکر میکنم که باز در قسم دوم ما و شما شاهد گل‌های دیگر هم خواهیم شد. حالا فوتبال‌های دسته کوکتاش با پیراهن‌های سرخ در میدان هنرنمایی دارند. صاحبان میدان و کلوب مرکزی ورزش ارتش با پیراهن‌های سفید و الکی در اولین دقیقه تمرین می‌بینیم صاحبان میدان با زدن ضربه کنجی دست یافتند، امکانیت پیدا کردند و عبدالرسول رحمانوف بار دیگر در قسم اول یک مرتبه زده بود، ضربه کنجی میزنه. حالا ضربه کنجی زده بشود و اینجا محافظتگران خیلی زیاد هستند و در نتیجه نادربک حالا برخوردی بازیگران اینجا بود از دسته کوکتاش. بازیگری رقم 31 این دسته نادربک ابراهیموف در نزدیکی دروازه خیلی دست و کمی دورتر شونظر نظرов ولی دوور در نزدیک بود و قاعده بازی ویران نشده است. خوب بیاید با این دسته ها شناس بشویم و بعدا درباره قسم اول هم چند سخن گفته باشیم زیرا که قسم اول نهایت بازی خوب و دیدنی هم بود. خب صاحبان میدان در بازی امروزه با چنین هیئت در میدان هستند. با وجود خالقوف رقم 1 دروازه‌بان، سراج الدین گلمرادوف رقم 18 محافظتگران هستند. اینو احتم خولباید کپتانی دسته 17 پرینس ارتور رقم 4 و فخرالدین سفرزاده رقم 22. در خط میانه عبدالرسول رحمانوف رقم 99 شاهنظر نظرов رقم 10 ایدان اوکران رقم 19 و رقم 31 نادربک ابراهیموف و محیدین عادلوف رقم 11. در خط پیش بازی میکرد مهروش مظفروف رقم 77 و بیشتر گاه محیدین عادلوف و گاه دیگر نادربک او را در خط پیش عوض میکنند. خوب این از جریان بازی معلوم خواهد شد و در قسم دوم تمرین میبینیم یگان تغییرات در حیات دسته کوکتاش نیست. سرمربی دسته علی جان توردی نظرов با او اهلیدین توردیف کمک میرسوند. پرزیدنت کلوب محمدقل گولایف. حالا هجوم فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر به انجام رسید. خوب در حیات احتیاطی دیگر بازیگران هستند، در این باره سخن نمیگیم، تنها همین رو میرسونیم که عزیزبک سلطانوف بازیگر اساسی این دسته در خط محافظت امروز در بازی نیست، او لط برداشت است و در بازی شرکت کرده نمیتواند. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر با چین هیئت در میدان هنرنمایی میکرد و دو تغییرات در این دسته در قسم دوم دیده میشد. از جمله شریف رو میبینیم بسیار یک ضربه سخت میزند اما دروازه‌بان در جایش است و این توپ رو با وجود خالقوف داشته گرفت. در این دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر اینها بازی دارند. از اینجا قرایف دروازه‌بان بود، بعد دو توپ رو از دروازه گرفتنش سرمربی این دسته طاهر مومنوف مجبور شد که در قسم دوم دروازه‌بان کمی هم باشد باوری بخش به گفتی خودی طاهر مومنوف میرالی مرادوف رو به میدان آورد. اصلا وقتی که صحبت داشتیم پیش از بازی گفتی میرالی مرادوف در چند بازی آخر، 3 بازی در چمپیونات تاجیکستان و 2 بازی برای جام، گفت این بازیگر از دروازه‌اش 9 توپ گرفت و از این خاطر ما با خلاصه اومدیم که عظیم جان قرایف رو به میدان آوریم در موسم امسال. اما عظیم جان هم در قسم دوم قسم اول 2 توپ رو از دروازه گرفت، گفتیم 2 گل سر داد و از دروازه گرفتند و میرالی مرادوف رقم 77 در دروازه است. خط حمایه دسته دورا برگاشف رقم 29 فروغ قادیروف رقم 5 بختیار عزیموف رقم 13 و سروب جلیلوف رقم 21. خط میانه شمس‌الدین قاسموف رقم 8 کاپیتان دسته شادیبک غفاروف رقم 18 کامرون میرزانجاد رقم 7. حالا باز هجومی دسته کوکتاش و اینجا پسرات سمگی رو بدیند
بازیگران دسته و بعد ضربه مهراج مظفرов میرالی مرادov اولین مرتبه با توپ صاحب می شود و سخت با پیش این توپ رو میزند. رقم 10 محسن جان عبدالغفارov بود. در دقیقه 27 گل زد اما بعد آنکه لرز برداشت او را عوض کردند. او در میدان صمد شریفov تحت رقم 14 بازی میکند. حالا در مرکز میدان است. ما این بازیگری جوان رو خوب میشناسیم. یک بازیگری غلطی است با تکنیک نهایت بلندی توپ اداره کنی. خوب باز ما در قسم دوم او رو خواهیم دید که او چگونه بازی میکند. عبدالخالق باروف رقم 11 و رسول فایزوف رقم 6. رسول فایزوف بازیگر خط میانه است. عبدالخالق باروف حملهگری اساسی دسته که او در مرکز مبارزه میبرد. سرمربی دسته طاهر مومنوف فایز دولتوف با او کمک برسوند. حالا باز یک حالت دیگر برای صاحبان میدان اون هم از دست رفت. سردار دسته خبیر دولتوف. در حقیقت دوستان گرامی این لحظه توپ از بازیگران دسته پامیر به بیرون میدان رفت و زود توپ را به بازی می‌دارند. نادربک باز یک ضربه دیگر برای فوتبالبازان دسته کوکتوش بود. این پرتو با محض رحمانوف روان کرده شد ولی رحمانوف کمی خفا موند و به توپ فوتبالبازان دسته پامیر توجه کردند و او را صاحبی کردند. ایدن اوکران مؤلف گل اول در بازی امروزه حالا باز یک هجوم دیگری صاحبان میدان به انجام رسد. شادیبه غفاروف از کنار چپ میدان اینجا با توپ برونوف نمیرسد. خوب درباره هیئت احتیاطی دسته ها نگفتیم. اونایی که به میدان آمدند الکی گفتیم دربارهشون. خوب داوران موندند. داور در میدان داور درجه یکم جمهوریوی دادابایف است. خورشید دادابایف از شهر خوجند با او نعیم جان منصوروف و همچنین رستم خوجایف یکی از باباجان غفورов و دیگری از قبادیان کمک میرسونند. داور احتیاطی مراد قربانوف از شهر خوجند است. ناظر داوران نصیرالدین عزیزوف. حالا قاعده بازی ویران می شود و ایدن در مقابل ایدن اوکران شمس‌الدین قاعده بازی را ویران میکند و کمیسر بازی کامران شادیف از شهر دوشنبه. ارتور پرینس در دست توپ است. حالا یک ضربه نهایت دور به میدان نزد دروازه. توپ از دست رفت ولی اون رو باز بر میگردونند. محیدین عادیلوف بود. حالا باز محیدین عادیلوف با توپ از نه اینجا محیدین عادیلوف نیست. اینجا سراج‌الدین گلمرادوف است. باز یک ضربه دیگر. این محیدین عادیلوف است ولی قریب گل. قریب بود که توپ وارد دروازه گردد. این یکی از ضربه‌های سختی محیدین عادیلوف در بازی امروزه به سوی دروازه است. خب قسم اول دوستان گرامی با هجوم‌های طرفین صورت گرفت. در دقیقه 8 ایدن اوکران حساب را باز کرد. ضربهش غلطی بود. تو با میدان نزد دروازه برخورد سمتش رو دیگر کرد و از اینجا قرایف این توپ رو ندید. بعدا در دقیقه 27 محسن جان عبدالغفارov پرتافت خوبی شادیبه غفاروف رو با ضربه سر وارد دروازه کرد. حساب برابر شد. دروازه‌بان چی کاری کرده نمیتوانست ولی ضربه از همه عجیب از جانب سراج‌الدین گلمرادوف بود. یکی از هجوم‌های دور و دراز دسته کوکتاش و سراج‌الدین آنه که حالا باز در پیش است و مبارزه میبرد برای توپ. مهراج نادربک توپ با نادربک نرسید. خب این ضربه چون توپوار وارد دروازه گردید و حساب 2-1 تا هنوز این نتیجه باقی مونده است. حالا باز یک حالت دیگر برای صاحبان میدان. باز یک ایدن اوکران باز یک ضربه دیگر میزند ولی فروغ قادیروف این توپ رو برمیگردوند. شادیبه غفاروف هجومی جوابی و قاطع دسته
клуби марказӣ варзиши Помир Боронов бо суръати баланд, аммо Принс Артур шикастанашаванда аст. ӯ ин тӯбро мегирад. Раҳмонов бо суръати баланд, хеле хуб, бисёр ҳолати олӣ барои голзанӣ, аммо инҷо тавре мебинем дӯстони гиромӣ, Меҳроҷ Музаффаров ҳам суръат нарасиду ҳам техникаи воло. вазъаш бояд баланд шавад. қариб буд ки ин ҳолат ба гол мубаддал гардад, вале ин тавр нашуд. ҳуҷуми ҷавобӣ Боронов Пайзов ба Боронов мепартояд тӯбро, бисёр ҳолати хуб ва гол. ин навбат Шодибек ҳам ба маҳорати олӣ бо зарбаи сар ҳисобро тағйир медиҳад. 2-2. бисёр як гуфтам бозии диданӣ. ин дақиқаи 56-ми вохӯрӣ аст. خیلی خوب بازی کردند. گل رو به دروازه دسته کوکتوش رقم 18 شادیبek غفارov زد. بله دوستان گرامی، در این بازی هر چی رو انتظار شده ممکن است. هم صاحبان میدان و هم مهمانان امروز برابر بازی میکنند. بازیشون برابر است. چون در آغاز بازی سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر گفت حالا اینجا خطا از جانب سهراب جلیلوف در مقابل نظروف و ضربه جریمه تعیین می شود. چون گفت سرمربی دسته طاهر مومنوف کامران میرزاخان در بازی نیستند، ایدیبک حبیب‌اللهیف نیست، فیروز قرایف نیست و این برای دسته خیلی دشوار است. اما امروز طوری میبینیم بازیگرانش خوب بازی میکنند. آنهایی که به میدان اومدند از اون نفرانی که نیستن خوب بازی میکنند. خب نمیدونم شاید خطی ایدیبک اگر میبود شاید این دو گل نمیشد. نه، این رو پیشگویی کردن نیاید دشوار است. ایدان اوکران ضربه جریمه میزند. ضربه جریمه تو رو برمیگردونند. باز یک ضربه دیگر و امکانیت برای گلزنی هست، ولی فروغ قادیروف تو رو زده از میدان بیرون میکند. اینجا بسیار ضربه خطرناک فخریدین رو ما دیدیم. فخریدین سفرزاده. حالا فخریدین با دستش تو رو به بازی میدارد. خیلی دور بعد دروازه‌بان میرسد میرالی مرادوف بعد رسیش مهروج مظفرов. باز بورونوف باز کنار چپ، محض گل دوم از کنار چپ زده شد. بسیار یک گل دیدنی بود. در حقیقت این حالتی گفتم که آموزش برای محافظتگران است. چگونه خوب بازی کردن بازیگران دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش. حتی از میدان بیرون می شود. ارگاشف خوب تنش رو میگذارد برای توپ رو صاحب نشدن فوتبال بازی دسته کوکتاش محض نادربگ ابراهیموف. گفتیم با شما که پیش از این بازی ها کوکتاش بر پنچر با حساب 3 در همینجا غلبه کرد. رگریت دست باشد در دور 13 کوکتاش رو با حساب 1-0 برید. بازی کوکتاش با پامیر در دور 12 در همین میدان با حساب 2-1 به نفع کوکتاش انجام یافته بود. حالا باشه حساب برابر و نتیجه نو رو ما خواهیم دید. استقلال در این میدان کوکتاش رو بریده است. برای کوکتاش میدانش خوب است. برقچی رو در اینجا با حساب 1-0 برید. خطلان رو 4-2 بلکه از پیشتفان مغلوب شده است. از خوجند با حساب 1-3، از استقلال با حساب 0-2. دو مرتبه از استقلال با حساب 0-2.
یک بازیش با ریگر مساوی انجام یافته در همین میدان. دیگر بازی ها رو با غلبه جنبست کرده است. یعنی طوری بینیم سه باخت در اینجا هست و در مورد دیگر چون با تقویمی یا خود جدول بازی ها نظر می‌دوزیم، شماره باخت های کوکتاش با 5 عدد میرسند که که گفتیم 2 باخت از دسته استقلالی دوشنبه، 1 باخت از ریگر، 1 باخت دیگر از خوجند در همین میدان و باخت دیگر از خوجند در سفر. اینا هستند نتیجه های باخت دسته کوکتاش. حالا مبارزه در میدان ادامه دارد. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیرچی 14 واخوری است. باخت آخرینش روز 19 آگوست از خوجند با حساب 4-0 با پنجشیر در همین میدان بازی کرده بود، 0-0 بود. از استقلال با حساب 2-1 مغلوب شد. با ریگر نتیجه 2-2 مساوی سیر محصول. با استقلال دوشنبه هم 3-3. این دو مساویه که خیلی نتیجه سیر گل هم هست. در بازی امروز هم حساب 2-2 است و حالا باز شریفوف خیلی خوب بازی میکنه. بورانوف و خطاگی خود را اینجا اصلاح میکنن محیدین عادلوف. پامیر باخت کلان دیگرش از ریگر است در ورزشگاه خودش 3-0. با خوجند هم مساوی بازی کرد 3-3. حالا باز عبدالرسول رحمان چیکار بکند؟ او رو نمیگذارن که ضربه زند تو رو به خفا بپرتید. باز یک هجوم دیگر. ایدن اوکران بسیار خوب اینجا خود ضربه زدن مهراجدین اما نتوانست. خب جواب اینجا پرینس اینجا حالت رو برطرف، حالت خطرناک رو برطرف میکند. از این پیشتر دستای کوکتاش با پامیر بازی نکردن، زیرا پامیر در لیگ اولی بازی میکرد و کوکتاش باشد در لیگ یکم. حالا کمی فکر میکنم که در این لحظه ها که حالا این بازی رو میبینیم کمی آسودگی در میدان حس بشد، هرچند مخلصان گل رو دیدن میخواهند و باز عبدالرسول بود اینجا توپ از میدان بیرون نشده است و این نوبت فوتبالزن دسته کوکتاش بار دیگر کاپیتان حالا با پیش میرود احتم خولبویف. محیدین باز یک ضربه دیگری اوکران، این دفعه خطا. محض همین گونه ضربهش در قسم اول توپ رو وارد دروازه کرد. گفتیم از همه باخت کلان کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بس از خوجند است 4-0 و یک بازی دیگر گفتیم در میدان خودش با حساب 3-0 از ریگری تداز مغلوب شده است. دیگر نتیجه های آنقدر بلند نیستند. استقلال 3-3 با خوجند 3-3 و این بازی رو ما گفتیم در بازی پیشین 2-1 کوکتاش غالب آمده بود. حالا باز یک حالت دیگر، شمسیدین به این توپ نرسید. شاهنظر دو نفر رو خیلی موت و محبود کرد. ارتور پرینس باز شاهنظر زود به پیش بزن. مهراجدین اونجا هست، نه که فروغ قادر خوب بازی میکند. صد راه این توپ میشود، پیش روی این توپ رو گرفت. باختی کوکتاش از همه کلانش 1-3 از خوجند در همین میدان و دیگر باختش اونقدر کلان نیست. از استقلال گفتیم 0-2، از خوجند باز 0-2 در 2-0 در خوجند. اصیلبک توپ رو از دست داد. شاهنظر و فوتبالزن دسته کوکتاش حالا
توپ رو با بازی می‌دارند. اگر این بازی مساوی انجام یابد اون وقت کلوب مرکزی ورزش ارتش نتیجه خلوهای خود را با ریگر تدس برابر میکند. اما از ریگر پیش نمیگذرد زیرا که ریگر تدس 5 غلبه دارد. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر باشد 4. خب بیایید نتیجه این دسته رو هم بگوییم. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر اگر خلوهای خوب یک حریف نوباب دارد، این پنجشیر است که در همین میدان با حساب 0-0 بازی را مساوی انجام داد. در آنجا هم با حساب 0-0 بود، 1-1 بود و اگر همون بازی ها رو با غلبه جمع بست میکرد اون وقت حالا کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر در جای سوم بود. فخرالدین سفرزاده خیلی دور میپرتوید اما اینجا حالا ایدن اوکران توپ رو برمیگرداند با سیراج‌الدین با بسیار رحمانوف عالی بازی میکند. وای اینجا ببینید نادربek ابراهیموف لگنری ازبکستانی دسته کوکتاش امکانیت داشت که باز دسته صاحبان میدان رو با سفید پیش ببرد اما این طرف نشد. مخلصان خیلی زیاد هستند و اینجا ما صداهای آنها رو خوب عالی میشنویم. کوکتاش باز نادربek خیلی خوب عبدالرسول رحمانوف را و عبدالرسول رحمانوف ضربه میزند. عالی بازی میکند اینجا دروازه‌بان میرعلی مرادوف. یک سیو عالی مرادوف را ما دیدیم. خب فکر میکنم که سرمربی ایواز کرد از اینجا قرار رو دروازه‌بان رو با میرعلی مرادوف و شاید خوب هم کرد. شادیبek غفاروف فیضوف ضربه دیگر برای فوتبالبازان دسته پامیر بود. ایدن اوکران رحمانوف او بود چگونه پاس‌های خوب میدید رحمانوف و باز یک امکان دیگر برای مهراجدین در حالت غیر بازی. این دوستان گرامی سومین حالت است که در وخوری امروزه فوتبالبازان دسته کوکتاش در حالت آفساید قرار میگیرند. 2 مرتبه مهراجدین و 1 مرتبه نادربek. دورو برگاشف بازیگر دسته ریگری تداز و امروزه کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر. حالا باز نادربek خیلی خوب بازی میکند و شریپوف کارت زرد میگیرد. ما اون بازیگری گفتم که در قسم دوم به میدان آمد و تکنیک عالی دارد اینجا خطا میکند و کارت زرد میگیرد. یک کارت زرد رو ما از جانب دوور دیدیم در قسم اول با احتم خولبویف داده شده بود. این کارت دومی زرد در بازی امروز است. حالا باز هجومی فوتبالبازان دسته کوکتاش شاهنظر نظروف باز یک حالت دیگر را 2 نفر برباد میدهند. هم مهراج مظفرов و هم محیدین عادلوف لگنری دسته کوکتاش هر دو به یکدیگر خلل رساندند. رسول فیضوف برای توپ بریزه میبرد. خوب مجبور میکند که احتم خولبویف کاپیتان دسته کوکتاش خطا کند. چگونه باز خطا برای از بیرونی میدان با دست توپ رو وارد کردند. خطا از جانب فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر از جانب بختیار عظیموف. این چیز به چشم رسید. در قسم اول هم سهراب جلیلوف هم همین گونه خطا کرد.
دو خطای یک خیله قاعده بازی ویران شده است بگه دوور فوتبالزن دسته پامیر زود تو رو با بازی میدونم فروی خودی رو پرسینگ از جانب دسته کوکتوش برای همین هم این توپ بیرونی میدون میرود. خب چون با جدول مسابقات نظر بکنیم دوستان گرامی استقلال نسبت به سالهای پیشینه که بود امسال خیلی دور نیست دسترس است برای دسته خوجان برای از این دسته پیش گذاشتن این به آنها میسر میشد یا نه. خب اینجا خب ببینید در حقیقت خطاگی بود مویدین اودیلوف از پای زده افسانیده شد. اینجا رسول فیض فلو با دوور صحبت می روید بحث می روید که خطا شده بود یا نه اما دوور هشتگ زد پس ضربه باید شود. اوکران در نزد توپ است ایدان اوکران. خب همه بازیگران هم اینجا هستن از دسته کوکتوش توپ با شاهنظرов و توپ از میدان بیرون می شود. ضربه از نزد دروازه میرالی مرودوف نه او با دورو برگشت وگذار میکنه این ضربه رو. در حالتی دسته پومیر نبودن شرف جون سولیوف هم که با دسته برقچی گذاشت در مرحله سیوم در آخری مرحله دوم و اولی سیوم احساس می شود. حالا باز هجوم و باز خطای دیگر. بختیار عظیموف که حالا در میدان تحت رقم 13 بازی میکند او هم از دسته ریگر با دسته کلوبی مرکزی گذشت. این بازی چهارمش است در همه بازی ها از اول تا به انجام 90 دقیقه بازی کرده است. خوب خیلی اینجا یک توبربایی خوب از جانب ابراهیموف شاهنظرов ضربه میزند باز چی اینجا توپ برای مبارزه برای توپ است باز شاهنظرов اوکران رحمانوف خوب است امکاناتی خوب دارد اونجا بود امکانات برای گلمرودوف ولی توپ رو ندادن. حالا گلمرودوف با این توپ صاحب شده است توپ رو با سفرزاده میدهد باز یک امکانات دیگر و دروازه‌بان در جایش است میروج مظفرov بود با ضربه سر ولی سخت نبود. درو برگشت هم دوستان گرامی بازی چهارمش است در حیات دسته کلوبی مرکزی ورزش ارچی پومیر مؤلف یک گل است. حالا شادیبه غفارov بسیار پاسی خوب ولی فیضوف به این توپ نرسید. امروز درو برگشت در حیات دسته ریگر هم 8 بازی گذرانیده است و 2 گل زده است. 666 دقیقه در میدان بازی کرده در حیات دسته ریگر ولی طور به شما در گزارش پیشینه گفتم 4 نفر بازیگران با دسته کلوبی مرکزی ورزشی پومیر از ریگر تداز گذاشتند. قرایف امروز بازی ندارد. امروز بختیار عظیموف در میدان است. دروب ارگاشف هم اولو سوروب جلیلوف و اینجا لحظه بر بازیگری دسته کلوبی مرکزی ورزش ارچی پومیر محض کی است اینجا یک لحظه دختر رو به میدان دعوت میکنند. رسول سلیمانوف یک مرتبه من درباره این دکتر یا خود طبیب گفته بودم که او با ما با هیئت دسته منتخب تاجیکستان بارها به سفرهای دسته منتخب بر اومده است. دکتری هست که کسبیتش همین با ورزش وابستگی دارد. خوب بسیار گمان میکنند که در دسته های فوتبال میتوانند هر دکتر اینجا بیاد و سهمی خود را بگذارد اما اینطور نیست. دکترها بسیار کارهایی را به انجام میرسند که محض از نگاه
ورزش به آنها منصوب است. مسکونی هم به اینها وابستگی دارد. محض بدن کردن یا که با بازیگر رو به بازی تربیت کردن، به بازی تیار کردن، این به دکتران هم وابستگی کلان دارد. از دکتر وابسته دو است که بازیگری که لات دارد یا که تبش بدن است به میدان آید یا نه. خوب این بود درباره آن که رسول سلیمانوف دکتری دسته کلوب مرکزی ورزش پامیر به میدان آمد و ما در این باره گفتیم. خب تا انجام وخوری وقتی ناقدر زیاد مونده است. همه انتظار اینجا هستند، انتظاری گل هستند، تغییر یافتنی نتیجه. و مبارزه برای توپ است و توپ از میدان بیرون می رود. خوب اثرینا از اینجا باید توپ رو به بازی رو بگیرد. دوور باید نه از نیمه میدانی دسته کلوب مرکزی ورزش بلکه از این نقطه‌ای که حالا گفته است. و سفرزاده فخرالدین حالا توپ رو به بازی می‌دارد. توپ برمیگردد به ایدان اوکران. میراج مظفرов بسیار خوب از دو سه نفر میگذرد. اینجا فریب میدهد. وقتی گفتم که خطاکاری قاعده بازی رو ویران کردن نبود، آرام توپ رو گرفتن. یعنی حرکتی زیادتی نبود برای اینجا هم پرینس خوب بازی میکنه. از شادیبه غفارov توپ رو میره باید. یعنی یک اسلوبی خاصی تکنیکی با تخت پشت حریف رو از توپ دور نگاه داشتن منظور می شود. ما در باره دوباره این بازی بسیار سخن نگفتیم، زیرا که اگر در خاطر داشته باشد من گفتم که کمی حالا هجومی دسته کوکتاش نادربek و ضربه میزند باز و گل. اینجا سه بر دو نادربek خیلی کوشش زیاد کرد. میراج مظفرov معلوم توپ شد یا نه. حالا از زیر این صداهای مخلصان زیاده که در ورزشگاه هستند میگن نادربek ابراهیموف بعد بردی دروازه کرد. خوب این هنر رو دیدن ممکن است، اما تو با نادربek ابراهیموف منصوب دانسته می شود، چون که در اینجا اعلان هم کردند. حالت بسیار خطرناک بود. حالا باز نادربek با توپ نه نظرов شونظر هم در حیطی دسته کوکتاش در لیگ یکم گل‌های خیلی زیاد زده بود. باز نظرov اوکران ولی توپ رو زده برمیگردونند. خوب یک تازگی در بازی فوتبالبازان دسته کوکتاش به چشم میرسد. و سهراب جلیلوف نه اون که گل زد نادربek ابراهیموف قاعده بازی رو ویران میکند. نادربek از پای افتاده است. حالا با او باید کمک تیوی رسانیده شود. کامران میرزانژاد فیضوف، اما فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش توپ رو به بیرون نمیزنند. هجوم میکنند آنها. پرینس اوکران او توپ رو حتما به بیرون میدان خواهد زد. همین طور هم میکند. با نادربek باید کمک رسوند.
حالا باز با نودربک کمک تیبی رسانیده بشود. چون درباره دکتری کلوی مرکزی ورزش ارچی پومر گفتیم. حالا غنی خوجایف دکتری یا خود دکتری دسته کوکتوش هم خود را نمایان کرد و با این بازیگر با نودربک کمک تیبی رساند. خب در این حال علاقه تو با بازی رو برآمده است. نودربک به میدان برمیگردد و فوتبالزنی دسته کوکتوش تو رو با دستشون به بازی می‌زنند. راستی من از بازی امروز دوستان گرامی شاید شما هم قناعتمند هستیم. بسیار یک درجه خوبی بازی رو می‌بینیم. احساس می‌شود که فوتبال بازی هر دو دسته می‌خواهند در این بازی غلبه کنند. همین گونه بازی‌ها در حقیقت دیدنی هم هستند. ضربه از نزد دروازه توپ از مهراج مظفرов به بیرون رفت. سهراب جلیلوف خطا میکنن باز مهراج و ایدن اوکران یک به یک با دروازه‌بان چیکار میکند ایدن اوکران خیلی خوب فریب دیال ولی آی 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 به قول علی شریفوف چگونه همه رو سر روی خود بگرفت ولی ضربه رو خطا زد چگونه ولی شادیبک چیکار میکند شادیبک از پریز گذشته نمیتواند. باز هجوم جوابی فوتبالزنی دسته کوکتوش ببینید از یک دروازه تا دروازه دیگر در یک فرصت کوتاه توپ راه میپیماید. باز اینجا مهراج‌الدین مظفرov الله برداشته است. نادربک ابراهیموف دوستان گرامی این بازی 13 است که در حیط دسته کوکتوش بازی میکند. 829 دقیقه بازی کرده است. گل چهارمش را به نشان رساند. دو نفر الکی در حیط دسته کوکتوش 4 گلی زدند. من به شما الکی گفتم. ایدن اوکران هم امروز شماره گلایش را به 4 عدد رساند و همچنین نودربک هم. سهراب جلیلوف خب باید دوستان گرامی در حقیقت با مخلصان کمی با انصافانه با تمکین‌تر مناسبت کرد چون که اگر دیده باشد با مخلصان هر چیزی که رخ میدهد بعداً فوتبال بازان خود جریمه میشوند جزا میگیرند. عبدالرسول رحمانوف یک ضربه به عنوان. خب استقلال گفتیم 35 امتیاز دارد خوجند 33 امتیاز. مبارزه های جالب در پیش است. کوکتوش هم اگر امروز غلبه کند سوی 24 امتیاز شد و باز یک پاپ عالی بسیار و باز یک لگنی ازبکستانی و گل. محیدین عادلوف 4-2 محیدین عادلوف در حضور تقریبا 4,500 تماشابین همه را شاد و مسرور میگرداند. حالا این بازیگر محیدین حالا این صدای کفکبی ها برای محیدین عادلوف است. محیدین عادلوف گل سوم خود را در شمپیونات تاجیکستان در موسم سال 2018 روان کرد. خود محیدین عادلوف در همه بازی‌های دسته کوکتوش بازی کرده است. 14 و آخرین بازی 15 دو مرتبه
او به میدان آمده است. 7 مرتبه او را عوض کردند. 939 دقیقه تا این بازی در میدان هنرنمایی کرده است. گفتم گل سومش را زد و عجب نیست این فوتبالبازان ازبکستانی بازی کوکتوش رو در بازی بخوبونه بازم زیباتر کنند. ولی ما احسن میگیم به هر دو دسته، به فوتبالبازان هر دو دسته که بسیار بازی زیبا نشون میدهند. در حضور مخلصان دوستان گزارش را آماده کردن و بازی تماشا کردن هم گوارا است. ببینید از دو طرف مخلصان خاموش نمیایستند، هر دو طرف پر است و مخلصان دسته‌شان رو با کمال میل و احترام دستگیری میکنند. رحمانوف ضربه سخت میزند. رحمانوف هم خوب سنجید. دو دروازه‌بان هم اینجا عظیم جان قرایف و هم میرالی مرادوف دو توبی از دروازه‌شان گرفتند. قرایف در قسم اول و میرالی در قسم دوم. حالا باز ایدن اوکران پرتاب دیگر به شاهنظر نظرو. خب طوری ببینید میشنوید از بلندگاه یک صدا اومد که 5000 تماشابین در این بازی حضور دارد. خب نابسته از اینکه 4000 است 5000 است، اما بازی زیبا است امروز. بازی زیبا رو ما تماشا میکنیم دوستان گرامی. یک بازی با سرعت، یک بازی تماشاباب، یک بازی سرگل، 5 گل از جانب دو دسته و باز هجومی دسته کوکتوش و باز یک حالت دیگر. این دفعه میراج نرسید به توپ. تا حال در حیطه دسته کوکتوش یگان بازیگر عوض نشده است و این ویزویزک ها از جانب مخلصان دسته را به پیش میخواند. یعنی سوست ماندنی نیستند که دسته از توپ رها شود، جدا شود، مثل همین حالتی که حالا بود. حالا باز یک بار دیگر باز عبدالرسول رحمانوف و باز یک هجوم دیگر. عبدالرسول از دو نفر گذشتنی است، این کار رو نمیتواند کرد. تو رو به خفا به کاپیتان شاهنظروف با یک مهارت عالی فردی با پیش می رود و این تو رو خوب نگاه می دارد. تو بر می گردد و شمسدین قاسیموف، حالا سهراب جلیلوف، تو از میدان رفته است. شمسدین با سهراب جلیلوف و شمسدین و اینجا پرینس خوب بازی میکند. خطاگی هم از جانب بارونوف و هم از جانب شمسدین است. فخرالدین سفرزاده در میدان غلیده است و با پرینس ارتور هم باید کمک رسانده شود. یکی از مدافعان یا خود بازیگران خط محافظت بهترینی گفتم ممکن است که چمپیونی تاجیکستان در موسم سال 2018 خوب بازی میکند. تا انجام واقعه چند لحظه دیگر باقی مانده است. 4-2 دسته کوکتوش صاحبان میدان. در سال پیش هستند. ما شاهدی 6 گل شدیم. این یکی از بازی های سرگل چمپیونی تاجیکستان گفتم ممکن است. حالا باز تا انجام فرصت هست. دسته ها حالا گفتم ممکن است که طبعشون برای گلزنی خسته نشده است یا که حالا هم میخواهند گل زنند تا این مخلصان را باز شاد کنند. زیر صدا بازی کردن هم برای فوتبالبازان فکر میکنم گوارا است، اما متاسفانه نه ورزشگاه ها چون این مخلصان را جمع میورند. میراجی مظفرов، ایدن اوکران و یک ضربه دیگر توسط قیشه با اصول پشت سر. عالی ضربه ها رو ما دیدیم، گل های زیبا رو دیدیم. پرینس ارتور به بازی بر میگردد. باز فوتبالبازان دسته کلوی مرکزی ورزش ارچی پامیر این نوبت صدی خطی حمایه دسته صاحبان میدان خوبتر است. فروغ قادیروف کاپیتان
کامران میرزانور توپ رو از دست میدهد و ببینید بسیار یک بازی خوب، ولی در مورد آخر اینجا محیدین عادلوف سراسیمه شد. رحمانوف اونجا خالی بود. رحمانوف کمی فکر میکنم که مهراج مظفرов مونده شده است و صورت پیشینش را گم کرده است. با توپ کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر و وقت اساسی بازی به انجام رسید. 4 دقیقه دیگر فوتبالبازان در میدان بازی میکنند. 4 دقیقه وقتی تلف شده، وقتی ضایع رفته، وقتی که غلبه را از کوکتوش در این بازی جدا میکند. حالا در فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزشی پامیر در اختیار دارند این توپ را. بهاوالدین خالقوف چند مدت است که توپ را به دست نگرفته بود از دسته کوکتوش دروازه‌بان. حالا باز فروغ قادیروف، باز کاپیتان شمس‌الدین قاسیموف، سهراب جلیلوف با صورتی بلند به پیش میرد، پرتافتی او از پریس نمیگذرد. رحمانوف دقیقه های آخر را باید کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر خوب استفاده برد. این لحظه ها شادیبک به چشم برسد که با توپ، ولی کاپیتان اینجا قاعده بازی را ویران میکند و در این دسته کوکتوش بازیگر عوض کرده می شود. مهراج مظفرov از میدان می رود و محمد جان رحمانوف به میدان می آید. رقم 3 محمد جان رحمانوف در لیگ اول کاپیتان دسته کوکتوش و سرمربی این دسته. محض محمد جان همین دسته را در لیگ اول با حیث کاپیتان به میدان می آورد. حالا محمد جان به میدان می آید. محمد جان خود در بازی امساله این هفتمین واخوری است که به میدان می آید. همگی 5-6 دقیقه در میدان بود، 3 مرتبه او را عوض کردند، 1 کارت زرد دارد. حالا هجوم برای فوتبالبازان دسته پامیر بود و اینجا قاعده بازی ویران شده است و توپ را با دستشان فوتبالبازان دسته کوکتوش به بازی می‌دارند. نادید توپ را به پیش می‌زند فروغ قادیروف و آتی غیری بازی برای ایدن اوکرم بود. از همین خاطر او هم به سوی حالا هجومی فیضوف، یک ضربه دیگر اگر گل شود باز یک گل دیگر، هفتمین گل رو می‌دیدیم. بازی دیگری خود را دسته کوکتوش با دسته خطلو برگزار می‌کند در سفر. شاهنظر نظروف و با دست بازی می‌کند شاهنظر نظروف و داور نشان می‌دهد که باید پامیر توپ را به بازی دارد. فروغ قادیروف سرمربی دسته کوکتوش علی جان توری نظروف باز یک نفر رو عوض کردنی است. طور می‌بینیم سید عمر مظفرov برای به میدان اومدن تیار میشد، رقم 2. این لحظه ها دیگر به پیش هم بازیکنان دسته پامیر نمی روند، اما امکاناتشون هست. فروغ قادیروف، شادیبه غفاروف به قاسیموف میدید، اما اونجا طوری من با شما گفتم محمد جان رحمانوف که نه به میدان آمد توپ را زده از میدان بیرون میکند. خوب تعویض است، محیدین عادلوف را عوض میکنند. حالا محیدین عادلوف در کجا است؟ بله او میدان را ترک میگوید و به جای او سید عمر مظفرov میبراید. سید عمر
مظفرов این اولین بازیگرش است، اولین بازیش است که به میدان میآید. خب چند دقیقه که نباشد به میدان آمد و حالا ببینید بسیار یک حالت غیر عادی در میدان بود و بازی به انجام میرسد. 4-2 دسته کوکتوش با این نتیجه بزرگ کلوب مرکزی ورزش ارتش رو مغلوب میکند. این دومین غلبه کوکتوش در موسم سال 2018 بر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر به حساب می رود. اول بازی 2-1 بود در همین میدان، بعدا 0-0 و این بازی 4-2. یک بازی جالب را تماشا کردیم دوستان گرامی و در همین جا گزارش خود را از ورزشگاه نفچند یک به انجام میرسونیم. تا گزارش های نوبتی ما شاد و پیروز باشید.